کارای همون گذشتگان کارای ما را پروردگار همه پادشاه عالم کودکی ما همین کارا رو شما کنید آرزوهای بسیار داریم سالی دیگه این محترم ما را که ما را زنده کردید این کارای ما را سالی دیگه در هر یک گوشه نگارمان همه مراد مقصد جوانات تمام جوانات کارگرها کلانا پروردگار همش اونو دادن این معلم مومنی کلانی ما خونه بخونه بگرد خند معرکه و توی کنیم با نخ شو گفتی جشن نوروز با پیشنهاد جناب عالی جشن بین المللی گشت همه خلق تاجیکستان از این بسیار همشار می باشد وطن ما وطن نوروز است در نوروز مردم ما خوراک‌های ملی را بسیارتر میپزند آنها دلده آش توفه آش پلو روبیش شیر برنج و موچ پخته در آن کبوتی‌های بهاری را استفاده میبرند و این کبوتی‌ها برای سلامتی مردم بسیار هم فایده‌ناک می باشد برای همین هم هر نوروز مردم دلده میپزد و کبوتی‌ها رو در آن استفاده میبرند بعد همین دلده رو با آش پلو یا که آش توپه رو به خانه‌های بیماران به خانه‌های همسایگان تقسیم کرده می‌دهند یا در یک جا جمع شده نوروز کرده با هم تناول می‌نمایند نوروز 2025 به همه تاجیکستانیان مبارک باشد.